با عرض سلام و وقت بخیر و لبخند خدا بر همه شما عزیزان. زندگی زیباست، دلخوری‌هایش زود گذر، شادی‌هایش هم می‌گذرد. آنچه باقی می‌ماند کار نیکی است که شاید گره از کار کسی گشوده باشد و دل غمگینی را تسلی داده باشد. مهربان که باشی، خورشید از سمت قلب تو طلوع خواهد کرد و صبح مگر چیست جز لبخند مهربانت. برنامه فالمون رو شروع کنیم برای اون دسته عزیزانی که علاقه‌مند به برنامه فال با نسترن هستن. سلام، تلویزیون تصویر ایران، شما عزیز روی خط هستین، بفرمایید. قطع شد. سلام عزیزم، تلویزیون تصویر ایران، شما عزیز روی خط هستین. وقت بخیر خانم علویه عزیزم. Bəli, hal-hazırda hafta sizi görmədim və bir nəli gördüm, çox sevindim. Allah səni sağ salamat eləsin. Bir dənə fal istəydim, İrandanam, məmnunam. Evet, biliyorum. Kendine iyi bak canım. Teşekkür ediyorum. Təşəkkür, məmnun. خانم علویه عزیز از ایران. با نام خدا. اولین فال راجع به یک موضوع مالی قراره با کسی بری صحبت بکنی، داری رو به روشنایی میری عزیزم. یه حالت دلسردی، خستگی اینا داره کنار میره، نگران نباش. یه خبری رو داری میگیری و شخصی که خیلی صمیمیه داره کمکت میکنه. با حمایت‌های اون شما داری رو به روشنایی میری عزیزم. تلویزیون تصویر ایران، شما عزیز روی خط هستین. سلام. سلام، گیلدا هستم از مریلند. لطفاً سلام. فال میخواد. بله حتما. خانم گیلدا از مریلند. داری رشد و ترقی میکنی، یه موضوعی بلا تکلیفت کرده و خودت انگار که چشم‌پوشی داری میکنی، ولی کارت داره بهت میگه داری به اون خواسته دلت میرسی، داری به قدرت میرسی و اعتماد داشته باش، مطمئن باش داری رشد و ترقی میکنی. سلام، تلویزیون تصویر ایران، شما عزیز روی خط هستین، بفرمایید. وقت شما بخیر. مرسی، بفرمایید. یه فال میخواستم. بهمن از ایران. آقای بهمن از ایران. بله، آقای بهمن از ایران. از یک موضوعی که ناراحتت کرده، نگرانت کرده، داری بیرون میای. خیلی شتابان، سریع داری به اون خواسته دلت هرچی که هست داری میرسی. سرنوشتت، مسیر زندگیت داره آقای بهمن به امید خدا تغییر میکنه به شکل عالی. سلام، تلویزیون تصویر ایران، شما عزیز روی خط هستین، بفرمایید. سلام خانم نسترن. سلام، دیر کردی. من آخه هرچی میگیریم خانم نسترن نمیگیری یا برنامه. تو که همیشه اول نفری. تکراری بود خانم نسترن. آره ببخشید. تو که همیشه ما اتفاقا خیلی هم دلمون براتون تنگ شده بود که ندیدیمتون خانم نسترن. امیدوارم که حالتون همه چی براتون سلامت باشی. مرسی، ایشالله که شما و خانواده هم همینطور. برای خودت میخوام. من یه فال برای خودم و بابام فرج‌الله میخواستم. آقا فرج‌الله موفق باشین. ما خیلی دوستتون. منم همینطور. I love you عزیزم. خانم ژانت عزیز از نیویورک. سفر راه دور برات افتاده، راجبش صحبت میشه. از 10 تا 45 روز دیگه داری به اون نتیجه دلخواهت میرسی. از آدمای منفی که اطرافت هستن تا میتونی دوری کن. یک موضوعی خیلی خوشحالت میکنه، انگار باعث میشه شروع شادیات فرا برسه. برای آقای فرج‌الله
این ناراحتی ها فشارا به زودی داره برطرف میشه. از یک موضوعی که ناراحت هستین داره این در میاین، خیالتون راحت داره میشه. شما سمبل یک انسان نمونه هستین. سلام، تلویزیون تصویر ایران، شما عزیز روی خط هستین. الو جانم. سلام. سلام عزیزم، نسسین عزیزم یاقسam başa dolanam خوشی خانه بنده سنه چخ سویورو قدم منه عزیزم با شما dolanam انشالله گلسن ایرانه görem seni انشالله انشالله kısalara susar pişer yar gelende toz olmasın ele gelsin bele gelsin aramızda söz olmasın aralıkta söz olmayay azizem aralıkta söz olmayay Nestar amca Can دلم عزیزم fal istəyəm bir Başım dənə üstündə. məric vardı mənə iltimas eləyib deyib ona bir dənə fal açasan اسمی نه اسمی قطع شد. بیتا جون دوباره زنگ بزن، اسم اون دوستتو به هم بگو که مریضه و فال میخواد. خب نفر بعدی. الو نصر انجو. سلام عزیزم. سلام الو جان دلم. سلام سلام، حال شما؟ قربونت برم، بفرم. خواهش کنم یه فال برام بگیرید. حتما با کمال میل. اینجا نشستم که برای شما عزیزان تکنیت جواب بدم. من اسمم پورانه. از کجا زنگ میزنی پوران خانم؟ لس آنجلس. پوران خانم از همین لس آنجلس. مجردی پوران خانم؟ شوهرم فوت کرد. خدا بیامرزه. گوش بده به فالت پوران خانم. همه رفتگونتون. قربونت برم. خانم پوران عزیز، یک خبری رو داری میگیری مثل معجزه، داری خیلی خوشحال میشی. یه کسی ناراحتت کرده، دلت قلبت به درد اومده، ناراحت شدی از دستش، ولی نگران نباش، ناراحتیت داره میره کنار. کسی هست که خیلی دست به دعا و حالا شاید خودتی و نگران داری راجع به یک مسائل مالی داری فکر میکنی. دعای خیر کسی همیشه پشت و پناهته، بدرقه راهته، ولی خبری رو میگیری خیلی مثل معجزه‌وار خوشحال میشی. شما